پنجگانه تشبس‌های تاجیکستان در ساحه آب که از سال 2003 تا سال 2028 را در بر می‌گیرند، مهمترین اقدام در جهان شمرده می‌شوند که دسترسی اهالی سیاره زمین را به آب تازه، حفظ پیریخ‌ها و حل پرابلم‌های اکولوژی بهتر می‌کند. محض از همین خاطر جامعه بین‌المللی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را به حیث پایه‌گذار همه تشبس و اقدام‌های بین‌المللی در ساحه آب اعتراف کرده است. وابسته به درک فهمش بیشترین نسل امروز و تشبس‌های پیشوای ملت در مسائل جهانی آب، در آثارخانه ملی تاجیکستان تالار دویم عمل کننده مورد استفاده قرار داده شد. تالار مذکور زیر نام تشبس‌های جهانی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و حفظ پیریخ‌ها افتتاح یافت. اکنون هر نفری که از آثارخانه ملی تاجیکستان دیدن میکنند با بازدید از این تالار حتما معلومات جالب و دقیق را دور به تشبس و سیاست جهانی تاجیکستان در مسئله آب پیدا خواهد کرد. هدف از افتتاح تالار مذکور این البته بلند برداشتن سطح آگاهی مردم وابسته به تشبس‌های بین‌المللی جمهوری تاجیکستان باشد که آن از جانب اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد جانبداری یافته است و در آثارخانه ملی تاجیکستان افتتاح نمودن یک چنین تالار علایده و تماشابینان داخلی و خارجی امکان میدهد تا آنها وابسته به مهمیت این تشبس‌ها معلومات گرفته، همچنین بهره تاثیر مثبت گذاشتن در روند عملی نمودن این هدف‌ها سهم نظر است گذاشته باشند. در رسم افتتاح تالار مذکور رهبریت آثارخانه قید کرد که در نتیجه تلاش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی مسائل‌های مربوط بر آب در سیاست جهانی جایگاه مهم را اشغال نموده، تشبس‌های بین‌المللی عاید به حل مسائل‌های آب و پیریخ‌ها از جانب جامعه جهانی دستگیری گردیدند. ذکر شد که تشبس‌های تاجیکستان در ساحه آب همیشه مورد دستگیری جامعه بین‌المللی قرار گرفتند که این اقدامات در بالوروی آبرو و اعتبار تاجیکستان در سطح جهانی نقش مهم بازیده است. هر یک تشبس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای حمایت دولت و ملت تاجیک بوده کوشش میکنند که مردم کشور همیشه زندگی آسوده داشته باشند. تاکید گردید در همایش پس از سخنرانی‌ها یک قطار کارمندان آثارخانه که در تشکیل تالار دویم عمل کننده تشبس‌های جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و حفظ پیریخ‌ها سهم گذاشتند با افتخارنامه قدردانی کرده شدند.